به سال 42 یا 43 شمسی من از ترکیب 2 کلمه استفاده کردم که بعداً در زندگیم به عنوان نویسنده نقش اساسی داشت. این 2 کلمه عبارتند از تاریخ مذکر. بعدها مقاله‌ای 100 صفحه‌ای نوشتم تحت عنوان تاریخ مذکر که در نیمه دوم اون دهه تحت عنوان تاریخ مذکر رساله‌ای در موجبات تشتت فرهنگ در ایران چاپ شد. با وجود این که من از تاریخ مذکر حرف می‌زدم، موضوع اصلی فقط این نبود که تاریخ مذکر چیست، به دلیل اینکه خود آن روشن بود و کلاً به صراحت می‌توان گفت که به هر تاریخی که نگاه می‌کردیم می‌دیدیم که مردان در آن مدام نقش تعیین کننده پیدا می‌کنند و با هم گلاویز می‌شوند، همیشه در حال کشمکش با هم هستند. در واقع صورت تاریخ را آرایش میدن، طوری که انگار زنان یا فقط وسیله هستند یا حذف شدند و یا وسیله دیگری غیر از تاریخ ضرورت دارد تا نقش اساسی زنان برملا شد. وقتی که ما از کشمکش صرفاً مذکر تاریخ عبور میکنیم به سوی این که زن چه نقشی دارد، بی آنکه پذیرفته باشیم که نقش اساسی و یا حتی اساسی تر با زن بوده، وارد 2 حوزه میشویم: حوزه مادر و حوزه لذت. در فاصله این 2 حوزه زبان قرار دارد. در آن فاصله ممکن است مادر را حذف کرده باشیم، یعنی زبان را حذف کرده باشیم، اما می‌دانیم که اگر مادر نبود این زبان نبود، این ماجرا نبود و این لذت، حتی گاهی لذتی توأم با جدال بین مرگ و زندگی هم نبود. می‌خواهم این قضیه را علنا بگویم که اگر آقایانی که امروز زبان مادری آدم‌ها را قدغن می‌کنند بدانند که اگر در دوران پیدایش اسلام و دوران نبوت پیامبر عده‌ای زبان عربی را قدغن می‌کردند، چه بسا که 1000 جور گرفتاری پیش می‌آمد. یعنی غرضم این است که زبان مادر زبان مقدسی است، نه به معنای آنکه زبان الهیات است و نه به معنای اینکه فقط زبان خداست، بلکه زبان این بندگان سراپا تقصیرم هست. هرچند عصر پیامبری سر آمده و پیامبر اسلامم خاتم نبیین است، اما پایان زبان مادری و پایان زبانها نیامده. و تصور این را بکنید که بر شبه جزیره عربستان یک عده آدم زبان نفهم در عصر پیامبر حکومت میکرد و زبان عربی را از بیخ و بن میکندند و نمیگذاشتند که گفته ها از زبان پیامبر مکتوب شد. درست است که این قیاس مع الفارق است و هیچ زبانی نباید با زبان قرآن و هیچ کتابی نباید با خود قرآن مقایسه شود و به صراحت میگویم که از نظر خود من قرآن یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌ها بر میلیون‌ها انسان در سراسر گیتی بوده و بر ادبیات جهان، به ویژه ادبیات عرب و ترک و فارس و 10ها جاب و زبان دیگر تأثیر گذاشته و در این هم تردیدی نیست. در واقع چندین کرور انسان بر این نکته سکه گذاشتند که یکی از مؤثرترین کتاب‌ها در فرهنگ جهان، به ویژه فرهنگ نیمی از آسیا و آفریقا، خود قرآن بود و گرچه قیاس مع الفارق است، اما فرض کنید که ناگهان در عصر پیامبر یک نفر پیدا می‌شد و زبان عربی را قدغن می‌کرد. به صراحت می‌گویم که جامعه جهانی تازه دست کمش این است از کتابی که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های جهان است محروم می‌شد. کمترینش این است که این همه مقاله بود، فلسفه بود، فرهنگ در سایه آن به وجود نمی‌آمد. تنها پیامبران نیستند که به قوم و قبیله و زبان مادری خود مبعوث شدند، هرچند عصر بعثت به پایان آمده، اما تصورش را بکنید که پدر مولانای بزرگ او را از بلخ
با عبور از سراسر ایران آن زمان و بخش اعظم کشورهای عربی و ترکیه آن زمان عبور نمیداد و خب نهایتاً مولوی در قمیه رحل اقامت نمی‌افکند و در محلی که همه ترک نشین ترک بودن زبان فارسی قدغن میشد. ببینید چی میشد. ترک ها اجازه دادن که مولوی در ترکیه به زبان مادری خودش وایسته توی خیابونا توی بازارچه برقصه، ولی خب اونا در اون زمان اجازه دادن که مولوی زبان خودش رو به اون صورت به کار گرفته. و یا در فارس که مدتها بر آن ترکان حکومت کردند زبان فارسی را قدغن میکردند. آیا سعدی و حافظی در کار میبود؟ و اگر سلطان محمود میخواست زبان مادری خود را بر سراسر خطه ایران حاکم کند، شما شعر خراسانی داشتید. ممکن است با این بزرگان دین و شعر و فلسفه بخت یار بوده یا هر چی. آیا در عصر ما که جهان دایره دموکراسی دارد میتوان پذیرفت که 2/3 جمعیت کشور ایران بر زبان‌های مادری دیگری زاده شوند اما فقط یک زبان رسمی شناخته شود؟ مادر با زبان خود با بچه حرف میزند و بچه باید با زبان مادری خود با جهان روبرو شود. کشف زبان کشف عطوفت و مهربانی مادر است. امیت را که لغتنامه خدا هم نداره من به این معنا به کار میگیرم. زبان مادر را من اساس رسوخ زبان به طور کلی در ذهن بشر میدانم. بوی زبان و بوی مادر در واقع همان بوی شیر مادر است. شما زبان زن را تعطیل کردید، یعنی 2/3 زنان کشور زبان مادریشون فارسی نیست و شما مجبور میکنید که فرزندان آنان پس از درس خواندن بیگانه شوند. چرا باید آنها قبطه اهالی آن سوی مرز را بخورند؟ و چرا زبان زن را که زبان مادری این همه دختر و پسر کشور است مخفی نگه داشتید؟ چرا یادگیری زبانهای مادری و اشاره آنها را جز در مورد زبان فارسی خیانت به کشور، به سرزمین آبا و اجدادی همه آدم ها می شمارید؟ آخر این چه فرهنگستانی است درست کردیم که در اون 4-5 نفر عضو آذربایجانی هم داریم که اتفاقا با لهجه شیرین آذربایجانی هم فارسی حرف میزنند، ولی اجازه نمیدید که در اونجا هم ترکی حرف بزنند. و شما فکر کنید که زبون مادری 4-5 نفر از اعضای همین فرهنگ اسلامی که آقای خامنه‌ای رئیسشه اونجا اجازه ندارن که زبون مادری اینا رو به کار ببرن یا زبون پدری خود آقای خامنه‌ای.